دوستان اومدیم برای تست کیلیان امباپه و امباپه رو تست کنیم. عکس دستیش هم آخر ویدیو براتون میذارم. اینم ترکیب حریف یکی فرند هم کد گرفتن دیگه اومدیم فرند یه ترکیب ناب، اینم ترکیب ما و میریم برای تست کیلیان امباپه. حالا آمارش هم حالا نشونتون بدم، اینه نگاه کنید. این آمار نسبت سرعت خوب و کیکینگ پاور خوب. اگه مربیت خوب باشه که کیکینگ پاور بالایی میگیره و سرعت خوبی. مثلا مربی دیدر دشان عالیه برای این امباپه، چون دو تا جفتشون فرانسوی. خب بریم برای تست کیلیان امباپه. بعد بسم الله. خب آقایون برای لینک اپ هم کردم روی کیمیچ و امباپه که قشنگ پاس بنداز پشت ما بود. اگه هم خواستید مکس رشفورد هم آخر ویدیو میذارم، چون مکس رشفورد هم عالیه، یعنی ما گاده. این در این حد گاده که میگم زوجی دوتو پاره میکنه. خب بسم الله. یه پاس رشفورد، امباپه، رشفورد، امباپه رو مهار میکنه. روبن دیاز، کیمیش، یه اشتباه سر میده. جود بیلینگام میبره لینگ هالند، دروگبا بازیش هیجان میگیره. فرون، کرویف، رشفورد حتی هدزنی امباپه هم ماهه. وای اینقدر زیاد هدزنی خوبی نداره. ولی خب حریفمون دوتا مهاجم قد بلنده داره در نوک حملهش. اینجا رشفورد، کاستا کورتا، بیلینگام از این ورزد حمله. برونو فرناندز، دزیر دوه طبقان نونو مندز دو رد میکنه. بیاریور بلیس کرل زدنش هم سخته. دزیر دوه توپو مهار میکنه. آقای روا، مرسی کاسیاس، مرسی. بازی هیجان زیادی داره بازی. آقا من نظر خودم بهتون بگم، امباپه رو بذارید حتما نوک، یه کنارش بازیکن سرعتی یا هدزن باشه. یکی بازیکن سرعتی مثل رشفورد خوبه، یا مثلا مهاجما مثلا دروگبا خوبه، هم سرعت اوکی داره، هم شوتینگ اوکی داره، هم هدینگ اوکی داره. دروگبا خوبه. هالند هم بد نیست، مثلا کارتا گادش اوکی هن دیگه. خب حالا دزیر دو هم اینجوری امباپه رو ترجیحاً این شکلی بازی میدن. رشفورد روبن دیاز توپ گیری میکنه. کیمیچ یه توپ گیری از کیمیچ نذاشتن پاسشو بده که لینک اپ سر بگیره. کیمیچ از این ور، کیمیچ یه پاس عالی تو موقعیت خالی. کیلیان امباپه کنترل توپش هم عالی، یعنی محشره در این حد. الان من مکس دستش آخر ویدیو براتون میگذارم و یه خودتون میدید عشق کنید دیگه. رشفورد، روبن دیازش، تیم حریف، ورون تغییر جهت توپ، دروگبا یه زد حمله میره شکل بگیره. یک خروج به موقع ایکر کاسیاس بهتر میشه. مثلا تیمبر فان بیساکا، امباپه، سرجینیو، رشفورد بازیکن سریعه. چته کار دارم. رشفورد یه سان برای استفاده سرجینیو. امباپه کیلیان امباپه یه دریپ رو میزنه. امباپه مهار نشدنیه. امباپه توی دروازه قرار نمیگیره. سیو عالی دیدا، سیو محشره دیدای میلانیا، دیدای دلها. البته یه سانت ورون باید کم دقیق تر بزد. ورون اینجا دروگبا، اینجا سرجینیو یه اشتباه میتونه سر بگیره. فرانک رایکارد پاسش برای رینگ هالند. برونو فرناندز داره بازی جنون میگیره. یه پاس خارق العاده، توپ جلوگیری از توپ از جشوا کیمیچ. سرجینیو
سرجینیو نمیذارنش. داری میلیتائو با استفاده خوب بهره میبری بازی. پاس ون بیساکا، پاسکاری رشفورد، برای رشفورد، امباپه. واو چرا زدم وسط دروازه. امباپه یه توپ خوب و خراب میکنه. رشفورد رو نمیذاره داره میلیتائو. توپ گیری سرجینیو، خود سرجینیو یه پاس بلند. امباپه میده برای امباپه، فرار امباپه میتونه شکل بگیره. جود بیلینگهام برای دیدیان دروگبا، یه فرار از ارلینگ هالند، ایکر کاسیاس خروج به موقعش دروازه تیم دورتموند رو نجات میده. هیور زد حمله کیلیان امباپه به رشفورد سخت میشد. این مکسی دستیست که زدم به امباپه نه رید از بازیکن کم میکنه، فقط یکم فینیشینگ بهتر و یکم به نظر قدرت بدنیش هم کم بردیم بالا و کیکینگ پاورش هم بردیم. اینجا سانت رشفورد یه زدمله شکل میگیره. از یه ور نباید گلو بخوریم. گلو خوردیم. ای وای گلو خوردیم متاسفانه. نه خیلی سخت و آفساید. بله سفیدی ما بوده. دروازه‌بان آوردیم چطور به آفساید شد. کیمیچ پاس لینکاپ امباپه به کیمیچ بگیره خوب میشه. میگیره هم داشت میگرفت. سرجینیو سانتاش خیلی تیم آدمو داغون میکنه. واو یه سر یوهان کرایوف کم آورد. نگاه که معمولا تیم حریف رو تا جلو که معمولا تیمایی که مثلا امباپه و چیزا دارن سعی کنین پاسا بلند بندازین براشون. امباپه و راشفورد یه بازیکن پاسور داشته باشید. پاسش خوب باشه اوکی کار در میاره. رشفورد رشفورد لحظه آخری حرکت اضافه. سرجینیو خب نیمه اول عالی بود امباپه تک گلش و اینجوری چک میکنیم ما رو. تیم حریف تغییری انجام نداده فعلا. بله تیم حریف تغییرات انجام نداده. رایکارد رشفورد یه پاس خارق‌العاده. امباپه خطا نگرفتن. یه زیر دوه. رشفورد نرفت رد نشد. رشفورد اینجا یه سانتری دروازه یه بر سرجینیو های کله رو بزنه خوب میتونه از این شوتینگ ها استفاده کنه. سرجینیو داره میلیتائو نذاشت. میلیتائو توی بازی عالی بوده. یه پاسکاری عالی تو موقعیت خالی تو فضای عالی. مارکوس رشفورد سرجینیو چه بازی داری میبینیم. ورون تو گیری میکنه. از این وجود بیلینگهام یه سر تو به هرلینگ هالند یه پاس نونو مندس کرویف ورون. وای یه زد حمله مرگباره میزنه که آفساید باز. هالند شده آفساید باپه. لقب امباپه بهتون ایرلینگ هالند هر شد توپ رسید بهش آفساید شده. ایکر کاسیاس یه زد حمله میتونه شکل بگیره اگر رشفورد سرشو بهتر بزد. یه اشتباه میتونه سر بگیره. یشکو از خط دفاعی ورون یه زد حمله. کرویف رشفورد توپو در نیاره. یه اشتباه میتونه سر بگیره. یه زد حمله پاس کیمیچ نونو ایور کرویف هم مکس عالی خورده. یوهان کرایو برای استفاده کیلیان امباپه دبل میکنه توی بازی. نه هدینگش هم عالی شده. اصلا بازیکنایی که داشته باشید مثلا کرایو و رشفورد اینا رو بیارین نزدیک دروازه بشیم
میتونیم به بهره مند شیم از این توپا. یه پاس حمله امباپه فینیشینگ عالی داره. کیلیان امباپه یکم شدش بد بود، خیلی یعنی بازیکن حریف کنم پاولش بود دو پشت پای تیم بازیکن هالند. یه پاس کرویف به صفای رشفورد دیر عمل کرد. نونو دزیر دوه خواست رد شه. یه پاس رشفورد نرسید به یوهان کرایوف، بازیکن محبوب دلها، مهار سیده. خب تعویض میزنه، دست به تعویض میزنه تیم حریف. ما تعویضات به انجام بدیم. من ما رو میذاریم داخل بهتر میشه. رودری اورچستر کاش باشه، اگه اورچستر باشه میتونیم تعویضش کنیم. اورچستر نیست رودری. آرمیچر فکر کنم نمیخوره. لینکاپ اینو نیاز داریم که امباپه فرار کنه. نگاه تونالی رو میارم واقعا بچه ورون لازم تعویض خوبیه. از لینکاپشون هم انجام میدیم. تیم حریف چه تعویضاتی میخواد انجام بده؟ تیم هجومی کرد. تیم حریف میتونه اورچیزر رو بازی بده. لیاو هم ناباجی. لیاوشو هستم سگی زیاد. خب تعویضات رو انجام دادیم. خب نگاه رشفورد برای برونو فرناندز تو گیری. کرایوف تو گیری میشه. یوهان کرایوف نیمار جونیور لوس سانتوس دویرا پندو توی دروازه قرار میگیره. من این نسخه چقدر دوست دارم. آخرین پوتو فکر کنم دیگه ازش باشه تقریبا، چون آخرین جام جهانی بود ازش. اینجا رایکارد، رودریگو، وین رونی شوتینگ بالایی برخورداره. ساندرو تونالی وای پاس تونالی یه پاس زده حمله ایور ادر میلیتائو چه مستحکمیه این دفعه. یه پاس عالی تو موقعیت خالی برای مارکوس رشفورد برای امباپه بازی میکنه 4-3. این امباپه با اختلاف یکی از برترین مهاجمای گیمه، چون اتو رومی هم هستن اونا هم بستگی دارن. احتمال زیاد ویدیوهای بعدی اگه بذارم براتون احتمال زیاد مکس دستی آقا متو باشه. اتو 103 تک بوستره احتمال زیاد او باشه. بعدش هم خیلی بازیکن‌ها هستن که اگه بخواین چه گلی خورد کاسیاس، چه سوپر گلی زدی یامان. هرچی بگیم از این سوپر گل کم گفتیم. قشنگ زد. لای تیم حریف برمیگرده. رشفورد امباپه این سرعت بالایی داره. یکم قدرت بدنی اوکی داشته بود تمام میاد کارش. تیم حریف اینجا نونو مندس یامال لامین یامال داره چه کار میکنه یه لامین. نونو مندس تو گیریو انجام میگیره. ساندرو تونالی از اینور یه پاس به نسبت خوب میتونیم برسیم به ای توپ. میرسه به ای توپ. یوهان کرایوف میزنه یا نمیزنه؟ یوهان نزد. ون بیساکا تو گیری از اینور. رشفورد کیمیش میزنه. یه شوت واقعا خطرناک و فوق‌العاده گاد و خیلی هم جالب. من دارم بهتون میگم آخر ویدیو مکس دستی آقای امباپه رو براتون میذارم. نه از ریت بازیکن کم میشه، یعنی همون 105 میمونه. بعد مکس های دستی دیگه هم برای امباپه میذارم براتون داخل ویدیوهای بعدی. واقعا نابه امباپه. یه فرار میتونه شکل بگیره. یه پاس کیمیش تو گیری فرار کیلیان امباپه پنالتی نیست. نیمار میره تو گیری بکنه. کیمیچ ون بیساکا نیمار بازیکنی که دریبلشو بر رخ بقیه میکشه.
آقای نیمار جونیور لوس سانتوس یه کاشتمون نشه. نه نشه. قد بازیکن تیم حریف بلنده، دور میکنه توپو، ایور میده عقب، میده جلو، یه اشتباه میتونه سر بگیره. کیمیچ یه فرار عالی. نونو مندز یه اشتباه یه ضد حمله، فرار عالی. لامین یامال میتونه اینجوری تاثیرگذار باشه. مرسی ویلیام پاچو ببخشید. یامال مرسی ویلیام پاچو. و تمام. بازی که عالی بود واقعا. 4-1 و هتریک امباپه، نمره عالی گرفت امباپه. 8.5 برای یه بازیکن فرانسویه. 105 عالیه. مکسش هم الان نشونتون میدم بچه‌ها. و مکسش هم اگه از اینجا نتونستید بزنید، عکسش هم شاید آخر ویدیو براتون گذاشتم. این مکس دستش نگاه کنید، چک کنید. 6 تا به بالا، دریبلینگ 1، شوتینگ 9 تا اضافه کنید. بهترین مکس برای کیلیان امباپه این نسخشه. مکس های دیگه خواستید تو کامنت ها بگید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره حتما. از چنل ما حمایت کنید. اولین ویدیو چنل بنده هستش، یا بنده نه، ما 2 نفریم در اصل هستش و به زودی نفر دوممون اضافه میشه و اکانت نابی است. دیگه بگم مکس های زیادی براتون میزنیم، چالش های خفنی داریم براتون، هورکش های عالی داریم، پک و پینگ زیادی داریم براتون. لایک و سابسکرایبتون نره. این هم برای آخرین بار. بعد دیگه حرفی نباشه و روزتون خوش.